خب حالا نوبت خودم شد. جناب فیلمبردار آماده ای؟ بسم تعالی. این جانب برادر حاجی دایی بی‌طرفان قمی، فرزند لطف‌الله دارای شناسنامه 5080 اعزامی از شهر خون و قیام قم، من در گردان کوثر به سر میبرم و خدمتگزار این برادران رزمنده هستم که واقعا من جبهه میام شاد میشم، روحم تازه میشه. این بچه ها رو میبینم نماز شب میخونن، سینه میزنن، عبادت میکنن، با حسینیه درست کنن، همه میان. من دلم میخواد اون ملت ایران که در پشت جبهه هستن بیان جبهه ببینن، حالا نمیگم بیان بجنگن، بیان ببینن چه خبره در جبهه، بچه ها چگونانه میجنگن، چگونانه کار میکنن. چگونه می جنگم واقعا بیان. و من یک پیام به ملت شهید پرور ایران دارم، این پیام من رو خوب گوش بدن. اگر من شهید شدم بذارید در رادیو تلویزیون در ویدیوها ببینن ملت. پیام این است گوش فرمان امام، هر رهبر میده گوش بدن. این ضد انقلاب و نقزنایی که حرف مفت میزنن، جبهه نمیان، جنگ رو تنظیم میکنن، امام ما رو گوش که فرمانش نمیدن، گوششونی بگیرن، خوب گوشمالیشون کنن، مشت محکم دهنی ضد انقلاب ها و منافقین. ما همه سر باز توی خمینی، گوش به فرمان توییم خمینی، ما همه سر باز توییم خمینی، گوش به فرمان خمینی. ما همه گوش فرمان رهبریم. هر چه رهبر بگه، میگه جنگ، میگیم جنگ. هر جور رهبر بگه ما پیدو ولایت فقیه هستیم. ولایت فقیه اصل دین است، هر کس قبول ندارد جز منافقین است. جنگ تا پیروزی، جنگ تا پیروزی، جنگ تا پیروزی، جنگ. خب گوش کن برادر، گوش کن، شلوغش رو گوش کن برادرها. و پیام دیگه من به ملت اینه، این سوسولا، اینا که این لباس های خارج میپوشن و که یه جوری خودشون رو بزک میکنن میان بیرون، من از ملت حزب الله تقاضا دارم، عاجزانه از طرف رسمنده ها تقاضا داریم که جلوی اینا رو بگیرید، نصیحتشون کنید، دستشون کنید، بگید بابا جبهه‌ای به کاره، جنگی به کاریه، بیارید چون جبهه اونا هم انشالله آدم میشه. اگر آدم نشدن باید با مشت بود دهنشون بزنی. و یه پیام به رزمنده ها، نماز شبشون ترک نشه، سینی زنیشون ترک نشه که نیست الحمدلله، و گوش و فرمان فرمانده ها باشن. هر چه فرمانده، از فرمانده لشکر هر چی میگیم چشم، تا فرمانده گورهان، تا فرمانده دسته، تا به پایین، چون اونا ما گوش فرمان ولایت فقیه هستیم. حالا جواب من مرگ بر آمریکا، فریاد بزن، فریاد بزن، بسیجیا، سپاهیا، ملت میشه، رهبر میشه، فریاد بزن، شیطان بزن، خدا آمریکا. حالا جواب من، جنگ تا پیروزی، پیام خون شهدا، جنگ تا پیروزی، پیام رهبر ما، جنگ تا پیروزی. لا به مهدی خمینی را نگهدار. خدایا از شخصت پر کرده باشید. و السلام علیکم و رحمت الله. تحرکات گردان کوثر، جمعی لشکر علی ابن ابی طالب به ریاست برادر قضات و معاونت 5 تن از برادران تحرکاتچی و دیگشور و ظرفشور و جونان بشتی فیلمه رو. آره صدا رو بود شدید.